کردن دختر پی هم از زندگی مشترک با شوهر داشتن جدا شدن و سپس برنامه رو ادامه میدیم. خب خواهر عزیز میگفتید که در آغاز زندگی شما چگونه بود و عموما همین ماجراهای نافهمی در زندگی شما از کی شروع شد و با کدام سبب؟ در اول زندگی ما خیلی خوب و آرام بود. بعدی به دنیا آمدن نخستین دخترم همگان شادی میکردن. بعدی به دنیا آمدن دخترچه دویمم رنگی که کمی مناسبت های ما سرد گردید با شوهرم. مثل که از دختر کردن من ناراضی بود. با این هم نگاه نکرده زندگی را ادامه دادیم و با امر تقدیر دختر سیوممان تولد شد. بعدی به دنیا آمدن دختر سیوممان الکی مناسبت های اولیوی ما خیلی سرد گردید. هر روز طعنه و ملامت های زیاد میکرد شوهرم که چرا باز دختر به دنیا آوردی. اگرچه از طرف کلانسالان اویلمان نصیحت ها میشد و از طرف خودی من هم میگفتن که این با عیب من نیست، این همه داد خدا است. با وجود این او اصرار میکرد که چرا باز دختر به دنیا آوردی. خلاصه همین دختر به دنیا آوردن من بود که زندگی ما با هم پاشید. یعنی شوهرم را با 3 فرزند با 3 دخترم در نیمه راه گذاشت. من به اون مردانی که همسرانشان دختر به دنیا میارند گفتنیم که تولید دختر تنها از زنها وابستگی ندارد، زیرا این را علم طب نیز اثبات نموده است. دیگر اینکه فرزند همش داد خدا است و خدا خودش میداند که به کی دختر و به کی پسر بدهد. به هر حال رفتار چنین مردان را من در زندگانی نوجوانمردی و بی اندیشگی میشمارم که دختران نازنین خود را که آنها نیاز به غمخواری و مهربانی های پدر دارند در نیمه راه میگذارند. و رحمت الله کلام الله آوردگی است با ترجمه یعنی تاجیکی کریلی اینا میگذاریم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاءك المنافقون، هر وقت منافقان نزد تو بیایند گویند، یعنی بینید همین طور اینجا سورای کلتر رو میگذارم که شما بینید اینا. بسم الله الرحمن الرحیم. لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب، نبودن کسانی که کافر شدند از اهل کتاب. همین طور کل قرآن داره کتاب. از نگاه تیپ شاد و مسرور. خب با مجرد آنکه دختر به دنیا میآید آنها به قول گویم خیلی شادی میکنند. خب اونها رو چی مثلا پیام های خوش انتظار است؟ واقعا کسی که با تولد شدن دختر خوش می شود این همون کسی است که از جانب پروردگار در قلب و رحمت است. بله. یکی از نشانهای خوبی انسان، یکی از نشانهای رحم و شفقت داشتن انسان این دخترداری است. بله. اگر کسی را خواهی بشناسی و بدانی که چگونه با رحم است، رحم دل است و شفیق است، مهربان است و به همه کس غمخوار است، این مثلا دخترداری انسان است. بله. در تجربه زندگی هم عیان است، در آیات قرآن هم است، در حدیث هم است. هر کسی که دختر بسیار دارد بزرگترین قلب را دارد، به رحم و شفقت است. این